پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کار. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سحر پدر با بندگی دریا. پدر در زندگی استاد، پدر در زندگی استاد. سلام و درود بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز ما در خانواده تقاجان عزیزم بردیف شهرزاد تاغا هستیم که جشن 60 سالگی زادروزی خود را جشن گرفته ایستادند. البته میگویند شنیدن که بود مانند دیدن. این بازم را همراه شما با هم ببینیم. این خانواده یک خانه است که در بالای کوه است. همه در پستی و در یانه های کوه باشد، دامانه کوه باشد، این در بلندی کوه است که از اینجا تمام شهر مینمد. تمامی منظره ها، باد و هوای زیبا از اینجا میگذرد. بیایید یک جای ببینیم از این خانه های زیبا، از این خیل انسان های نیک بهره مند شویم و همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان آغاز میکنیم. السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان، خویش و تباران، همه شما را به این خاندانی که با شما است. همه خاندان ها در دامنکو در پستی است. این خاندان از اینجا تمام شهر میتابد. از اینجا اولین باد و هوای زیبا و بهار میبیاید. به خانواده پردیف شهرزاد تاغای ما خوش آمدیدتان میگوییم. امروز جشن زادروز دارد. 18 سالگی خود را جشن گرفته ایستادند. به نزد ما تکلیف میکنیم مرحمت همراهی البته خاله جان ها و علیما پرده و نزدیکتر میستیم. هدایت خاله، مرحمت گلی خاله و البته برادرشان را نیز تکلیف میکنیم. شهردکه را مرحمت، همه با یک سلاله را مرحمت تکلیف میکنیم. یک جای در این لحظه های خرسندی تبریک میگوییم. شهرزاد تاغا زادروز مبارک. بیایید نزدیکتر. با خودم آمدیم از این طرف. قریب جان خواهرکانش یک قطار استیدم کنی یا نشون بر مرحبا. شهرزاد تاغا زادروز مبارک. میلاد امور را، مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگوییم. با فکرم ناایام بود. اندام کی آمدیم تبریک کنی؟ من اکو اولم حسن تیم دید. از نام خدا، از نام فرزندان عزیز، از نام سامانکه، از نام شاهرادکه، از نام دختران نازنین، از نام کلین پادشاه ها و بیرهاوی شیرین گفتم پدر عزیز، پدر مهربان، پدری که سرشار مهر است، مبارک باشد. شهرزاد تاغا برای شما چقدر سخنگوی امکان است. میهمانان شهرزاد تاغا چنین انسان هستند که پنجهشان پر از هنر، مردی که فرهنگ و معارف را دوست می‌دارند، مردی که در همون بالا کتابخانه کلام دارند. هر بار می‌بینیم از آن صحبت‌هایشان، از آن
همراهشان صحبت کردن انسان یک جهانبینی وسیع پیدا میکند. انسانی که برای تمام خلق و مردم خرسندی میبخشند و البته در خاندانهای اکثر ما زیبایی میبخشند. از آن پولاد گل میسازند. نفره که پنجهشان هنر است. جان عزیز زادروز مبارک. فرزندان عزیز میگوید 3 دختر و 3 پسر نبیره های شیرین. میگویند پدر همیشه صحت سلامت گردند. در سر ما خدا خواهد علی همین کاشانه زیبا و در بلندی کوهستان عزیز ما حج آشی ها کنیم. میگویند در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتت بیرون نماندم پای خود نزد یاران. ارجمندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار. از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. دعای اینه که شما از قله های کوه های بلند آهلی که پامیرم بلند است. در نزد پروردگار عالم از همه دعای مستجاب شونده این دعای پدر است که بهر فرزند از صمیم قلب با یک دل پاک دعا میکند. امروز 60 ساله شدید، خدا کند 120 ساله شوید و از این صف یگان کس کم نشده در 120 سالگیتان از این هم کلان شده در جشن زادروزتان شما را تبریک کردن نصیب کند. امروز باشد ببینید برای شما چقدر توفه کنیم، چقدر نیت ها گویم کم است. این مدال های سری سینگی برای شما مبارک باشد. برای این چقدر مهنت کردید، شب و روز مهنت کردید و لایق این خیل نامی نیک شدید که در کتابی کلانترین نام خود را با زرورقی با حرفای زرین نویسید. امروز باشد از نام فرزندان عزیز کتابی که در روی دنیا تن گرفتند، کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکششان میکنیم. زادروزشان میلاد عمرشان مبارک باشد. مرحبا. شهرزاد آقا دیروز در علم شبکه‌های اجتماعی یک چیزی را خوندم. از کودک سوال میکنند که پدر را دوست می‌داری یا مادر را؟ به یگان اندیشه هر یک کودک میگوید مادرم را، با لفظ شیرینش آچه میگوید یا بیی میگوید. بعد آن کودک کلان شد، صاحب بخت شد، صاحب کسب و هنر شد، تشویش‌های زندگی بالای سر آمد. از آن لحاظ میفهمد که پدر پشتی در و دروازه چقدر مهنت میکند. پدر پس در و دروازه مهنت های حلال کرده شب و روز برای فرزند خدمت میکند و آن جوانی آن هستی بود و نبود را برای فرزند فدا میکند. یکی از آن ابرمردان این سلاله پرده فاشما هستید. همیشه در روزهای خرسندی، در روزهای شادیانه از آفتاب بر وقت رفته در آنجا خدمت میکنید. همیشه باشید این جوانی، این صحت سلامتی شما را هیچ وقت ترک نکند. جوانید و جوان مانید همیشه، سرور و شادمان مانید همیشه. ببینید روی صد را در راه عمر، عزیزی مردمان مانید همیشه. زادروزتان مبارک باشد. حاضر باشد میخواستیم پس از سخنها را سر کردن در اینجا شیرینی داریم و افتخاری امروز صاحب جشن تارتها را نزدیکتر ببیاریم. خواهران هم ما یک اولاد کلان پرده فا شیرینی را میبریم و از آن تناول میکنیم. مرحمت مبارک باشد.
самых преданных друзей. مبارک باشد. Но не стоит грустить اکنون зря. تا آمدن ما پرده رو تبریک کردید می نمی نمیدیم زبان را شیرین کنید و شروع کردن در روزی خورسندی شعرش کتی تبریک میگیم مرحبا السلام علیکم مهمونان عزیز خوش آمدتون هم محکوم و درهای اکجان و نور دیده تاجی سر من از این مستر خدا بودم اکجان مهرمانتون با روز تولدشون با سن 60 سالگی هاشون از ته دل تبریک میکنم میخوام که هر روزی گندشون هم خیلی گذره میخوام که درمی همین مومبا هم مومبا ساخت سلامت کردم حضورتهای فرزنداشون هم عبارتهاشون رو بینم عبارتدار شوم عبارتیاشون رو بیایم خودی گفتی حسین بریم که 120 بدرم با 60 سال دیگه هم خیلی عمر بینن و با همراهی مهان نکیم ما با اکا جان ما با تبریک کنیم فقط ساخت آمد گرد اکا جان هدایت خلا مرحبا سلام علیکم در روی اکیتون خوش اومده نوری دیده توجیسا چی نیت کجا اکیتون نیت چو برسن و با همخیر میمونو بیاییم 100 سالاش همون نشینن السلام علیکم مهمانان گرامی من امروز ما که به این روزی زادروزی بابا جانم جمع آمده ایم خیر مقدم میگویم من به بابا جانم عمری دراز صحت و سلامتی نیرومندی را تمنا دارم بابا جان عزیزم همیشه در بر نویرگانشان ساق و سلامت باشد پدر جان شما بال و پری من خورشید روزم شب اختری من خواهم که 100 سال باشد سری من هرگز نبینید چشمی سری من بابا جان الهی صدق Здравствуйте, дорогие гости! Дедушка, поздравляю тебя с днем рождения, чтобы ты всегда ходил с улыбкой, никогда не грустил. Мы все гордимся с тобой и любим тебя, чтобы ты дошел до 100 лет. Поздравляю! حسین تری حسین حسین جان او صدق رج السلام هموتون خوش اومده دادم صد بدرایم آخر منم هیچ وقت پیر نشوم دادا صد بدرایم عافیت های نبره شیرین کامل ما از شبکه های اجتماعی از فیسبوک میبینیم که کدام زادروز باشه زادروزی عافیت های است مرحمت رحمت بری خوبه؟ مرحمت تشکر مرحمت فیلدان صبح رحمت کلین فروشه ها مرحمت شونده السلام علیکم به همه شمایان مهمانان که وقتی پرقیمتی خود را دریغ نداشته در این روز جشن مولودی خجسته ملامک جمع آمده خیر مقدم میگویم من برای ملامک اولا بار عمری دراز صحت سلامتی و در دوام باقی مانده عمر میخواستم که در سر ما خیلونها نبیره ها فرزندان در سر عائله پرده فا همیشه صاف سلامت مصلحت گوی شده گردند پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک گوهری کمیاب پدر دریا پدر ساحل پدر یک اختری نایاب ملامک همیشه صاف سلامت باشه
رحمت. امروز هم از اولاد پردایف آغاز کرده تبریک کردیم. اکنون از اولاد کلان حنیفوف ها معلمه را فریده خاله را تکلیف میکرده. مرحمت. هر آن جایی که معلمه هستند از فنهایتشان آباد می شود. مرحمت. فریده خاله شما را تکلیف میکنیم. بیاتای نیک و صمیمانه را میشنویم. السلام علیکم. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی، همه شمایان را در سری دسترخوان پرناز و نعمتی دادرک عزیزم شهرزاد جان باز یک بار دیگر خیر مقدم میگم. من از این فرصتی مناسب استفاده برده از نام خودم، از نام اویلم دادرک عزیزم شهرزاد جان رو با جشن 60 سالگیش از صمیم دل تبریک و تهنیت گفته و شهرزاد صحتمندی، عمر دراز و همه این خوشی های زندگی را تمنا دارم. شهرزاد جان خورشید صفت بسا جهانگیر شوی، 100 ساله شوی و پس از آن پیر شوی. دادرکم الهی شهرزاد 100 ساله شوم. همه دوستان در سری دسترخوانش و مثل همین روزه جشن 100 سالگی شهرزاد جان را جشن کنیم. هیچ وقت کم نشیم، فقط زیاد شیم، اولاد زیاد شود. شمایان هم دورنشینان هم وقت سخت سلامت گردید. شهرزاد جان هیچ سر درد و دلت غم رو چشمت نم رو نبیند. دادرک عزیزم سروری اولاد شده، گلی سری سمت هر محفل و دوره ها شده. در دادرک باز یک بار شما دوید تبریک 100 ساله شد. برای دقتتان تشکر. از آن رحمت تشکر می‌گویم که خدا سیاست سلامت باشد. شهرزاد آقا بعد از درگذشتن پدر، بعد از درگذشتن مادر، خواهران از دیدن همین همدیگر مهر آنها را می‌دیدند. امروز خواهران عزیزشان با راهبری شهرت آقا و سیمایی که با پدر مانند جامه می‌پوشانند شما را به جای پدر دانسته در روز خرسندیتان جامه ها دارند، می‌خواهند آن را برای شما تحفه سازند. شهرت آقا را می‌خواستیم به صحنه تکلیف کنیم. شهرت آقا کنی شما مرحمت. شهرت آقا نزدیکتر بیاید. البته می‌خواستیم جامه ها را پیشانند. شهرت آقا بیاید نزدیکتر. در اینجا همسینفان حضور دارند و البته سامانکه شاهرودکه بیت شما هم تبریک کرده آغوش کردن ممکن است در روز خرسنده. کنی سامانکه شاهرودکه بیتان نزدیکتر. امروز پدر زادروز دارند میگویند پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگر دل هاست، پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهم جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی پیغام. امروز از نام سامانکه تبریک میگویم، از نام شاهرودکه تبریک میگویم. آغوش کنید پدر را. پدر قبلگاه است، پدر مهربان است، پدر فقط نیکی ها را بهر فرزند میطلبد. شاهرودکه کنی خودشان همینجا می مرحبا مرحبا.
چشمه‌هایی از محبت نورشرار دارد پدر، سینه‌ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. صادر روزتان مبارک باشد. برای شما چقدر سخن بگویم تا صبح شعر خوانیم کم است. صنف با کلاسکام کی بود؟ زاینی سیفالله. مرحبا. آقای سیفالله زاینی را تکلیف میکنیم همینجا میخودشان. کلاسکام البته سخندان و شعردان میشوند. میخواستیم تبریکات را شنویم. مرحبا. اول راستش زاینی سیفالله کلاسکام بود. زاینی سیفالله. من آمده ایستادم. السلام علیکم. مرحبا. اما مردی. زاینی سیفالله کلاسکام دونو هم بود. زورش سیفالله بود. سلام علیکم مهمان عزیز. دوستان خواهران شما در درگاه جرانباد. من امروز روز زادروز هستی در شهر خاطر آمد. مبارک شما روز شما همه تو مرحمت. ما تو خوش آمده یکی تو ننوه دوره خدا منم راستی ما کمی از تاریخ دورتر نیم. حالی فرزند استقلال باقی بیروزمک السلام ایزی همه روی جهان زیباتران، السلام ایزی همه روی جهان داناتران. این سلام است از دل و جان بر شما آورده، از صمیم قلبگان ما بر شما آوردیم. السلام علیکم مهمانان گرامی قدر، السلام علیکم پدر و مادران مشفق و غمخوار. لطفی صمیمی فرمایید که جیانک مادر عزیزم را، تاقا جانکم را از نام اهل عائله و از نام خواهرانم دادرانم تبریک و تهنیت ها گفته با روز تولدشان با تاقا جانم صحتمندی عمری دراز و سعادت و خوشنودی را تمنا دارم. بگذار در دل چه آرزو داشته باشد تاقا جان هم از جامعه زرین باشد. رحمت رحمت. مادر راوی فقط راوی را تولد کردم یا شعرم میدانم به مرحمت. Loem sasua shaman kuli taro bilan, se taro bilan, uzini bachoi nevaroya bilan. O barin loem evarador shaman. Hamama uzi eni gandosho hamikel bizara. Shoma deboya gome unako. Umri taro bine shezo, riske taro bine. Mehnatoi kadagroto loem rohat shabine. Amo tu shoma de. رحمت. سلامت باشید. و گفتن در آغاز سخن گفتن السلام علیکم مهمونو اما تو خوش آمده. من شهرزاد که امروز چون 60 ساله هر که جوان نمیرسه دیده من شهرزاد که 100 ساله شده. همین 100 ساله شدگیشی من همینجا بودگه همه باشون روز زیادتش را بیاید یک کس بودن دو کس سه کس را بیاید ولی هم فقط روز گنده شون همه خیلی گذر بودن. هموتون باید همه تا خوش آمده نوری دیده خواهش سر رحمت کلو هموتون. رحمت. تشکر. مهمانان از روی دقیقه ها حساب کنیم قریب 40 دقیقه قبل زیم ذکر نشده دستشتر بیاید نبود را برعکس دیمه شهرزاد آقا با راهبری شما همه همسینفان را برعکس تکلیف میکنیم. پیش از آن باید خاطر رسان کنیم امک بابای ما پرده مانندی که در دوره های شوروی از همین جمهوری ما از دهه ما چندین ابرمردان
بیرون از وطن حتی که در آن دولتی که ناتنجی بود در افغانستان رفته خدمت کرد آمدند. بعد از این پای قدم پدر را زیر کرده من تقا جان عزیزم در اینجا یک گروه در نزد میز نشستند که در الهمان افغانستان رفته خدمت کرده آمدند. تا حال از حال همدیگر خبرگیر هستند و مردانوار نام ازبکستانی عزیزان را بالا میکنند. همیشه باشید تا شما قهرمانی دور و زمان هستید. اکنون باشد بیایید نوبت را برعکس دهیم، خرسندی کنیم. گفتم پدرشان البته بابا کلان را گفتیم که در افغانستان خدمت کرده گذاشتند. مرحمت سرودهای شوق برای شمایان میرقصیم، خرسندی میکنیم. زاد و روز مبارک.
شبنم گلنار به بالینم وای اوج برار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم وای انار انار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم وای انار انار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم شبنم گلنار به بالینم ای بابا بهار به بالینم شبنم گلنار به بالینم وای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم وای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم هر کوکل زن اختری دارد در خانه عشق دلبری دارد هر کوکل زن اختری دارد در خانه عشق دلبری دارد شبنم گلنار بیا بالینم وای انار انار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم وای انار انار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم وای انار انار بیننده های عزیز امروز ما شهرزاد آقا رو در جشن زادروزشون تبریک کردیم. حالا بعضی ما دوام داده ایستادن. با ما باشید با شبکه شهرام سلامت باشید.